دکتر پرویز پروا هستم، فوق تخصص روانشناسی ازدواج از دانشگاه سوربن. بفرمایید. آقای دکتر شوهرم خیلی بد دهنه، همش فحش میده. خب تو هم فحش بده. خب خجالت میکشم. چی میکشی؟ خجالت میکشم. خب طلاق بگیر. آخه ما از اون خانواده هاش نیستیم. خفه خون بگیر پس زندگی تو بکن. روی ایر هستین. بفرمایید. من 3 سال ازدواج کردم. شوهرم خیلی دوست دارم و بهش احترام میذارم. ولی شوهرم مسخره‌ام میکنه، میگه زشتی. خب دماغ تو عمل کن. قبل از ازدواج عمل کردم. چشات چه رنگیه؟ قهوه‌ای. لنز سبز بذار. روی ایر اینه. سلام آقای دکتر. من 5 سال ازدواج کردم، تا یه بار نتونستم 2 کلمه گوشه رو رو حرف بزنم. هی میگه اس ام اس بده، چت کن، تلفن بزن. خب اس ام اس بده، چت کن، تلفن بزن. خسته شدم آقای دکتر. خسته نباشی. جان. سلام آقای دکتر. من زنگ زدم که از برنامه خیلی خوبتون تشکر کنم. تشکر کن. جان. من ازدواج کردم. خدا رو شکر هیچ مشکلی هم ندارم. شوهرم خیلی ماهره. برات کادو میخره. بله. سر وقت میاد، سر وقت میره. بله. قربونت میره. بله. خب پس طلاق بگیر. چرا آقای دکتر؟ بالاخره یه غلطی داریم میکنیم ما مردا که انقدر باج میدیم. جانا. سلام آقای دکتر. وقتتون بخیر. جانا. آقای دکتر من یه نامزدی دارم، همه کار براش میکنم. احساس میکنم که دوستم نداره. چند سالته شما؟ من 29 سال. ببین بعضی چیزا هست عزیزم که حضوریه. باید بیا اینجا مشاوره حضوری بدم. من الان به همکارا میگم که شمارت رو بگیرن، بیا اینجا حضوری با هم صحبت کن. امری. خیلی ممنون جناب دکتر. حرف میزنیم به امید دیدار. اینو وصل کن آخری رو. الو. سلام آقای دکتر. جان دلم.